تاجیکستان در دوران 33 سال صاحب استقلالی زیر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تشبس‌های جهانی این شخصیت توانست جایگاه شایسته در عرصه بین المللی برای خود کسب نماید. امروز از برکت استقلال ملت را با نام تاجیک و کشور را با نام تاجیکستان کل مردم سه‌عالم میشناسند و در عرصه جهان مقام خاصه را کسب نموده است. استقلالیت بالاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است. این نعمت بزرگ برابر به دست آوردن نوروزی‌ها، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و ابدیت را به مردم بزرگ تاجیک و تاجیکستان عزیز آورد. حالا باشد